به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند جل و علا در قرآن در موضوع اسراف می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خداوند جل و علا میفرماید و کلوا و بخورید و اشربوا و بنوشید ولا تسرفوا و اسراف نکنید. و درستی که خداوند جل و علا اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. برادران عزیزم، یکی از عامل‌های بی‌برکتی در عمر و رزق انسان این دست زدن انسان به اسرافکاری و زیاده‌روی است. وقتی انسان در نعمت‌های پروردگار اسراف می‌کند، یعنی ناشکری و ناسپاسی در نعمت‌های پروردگار می‌شود و او از رحمت پروردگار دور می‌ماند. خداوند خود میگوید من اسرافکاران را دوست نمی‌دارم. در آیت دیگر خداوند جل و علا می‌فرماید: ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. به درستی که اسرافکاران برادران شیطانند، آنانی که مال خود را در راه حرام و بیهوده استفاده میبرند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی میگذشت که سعد را دید رضی الله عنه. این صحابه کرام بسیار با سیرآبی طهارت میکند. فرمود: ما هذا الصرف؟ این چی اسرافی هست که تو میکنی؟ این صحابه کرام گفت: افی الماء صرف؟ آیا در استفاده آب هم اسراف هست؟ اسراف می شود؟ پیامبر محبوبان فرمود: و این کنت علی نهر جار او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر در نزد دریای روان هم باشی، در نزد نهر هم باشی، اسراف نکن. پس وقتی نعمت‌ها قدر می‌شوند، آنها با برکت می‌گردند. اسراف نه تنها در خوردن و نوشیدن است. اسراف در سخن، اسراف در معامله، اسراف در وقت، در عمر، یعنی استفاده بیهوده تلفن و زیادی آن، این خود اسراف در عمر است. عمر خود و مال خود و زندگی خود را با صرفه‌کاری با برکت گردانید و خود را به رحمت پروردگار جل و علا نزدیک گردانید. و هر کسی که اسراف میکند و زیاده روی میکند، دیر یا زود پشیمان می شود و برکت نعمت از او گرفته می شود. در پناه رحمت پروردگار جل و علا باشید. السلام علیکم.